اما اگر بخواین حساب کنید، ما بزرگترین دروغی که در این دروسمون تا حالا خوندیم همین بود که در عربی به ما گفتن جمع مذکر سالم. مگه داریم؟ مگه میشم چیز؟ خداوند عالم همه چیزهای خوب رو به خانم ها عطا کرده. مثلا آقایون رو عطا کرده به خانم ها که امیدوارم قدرشون رو بدونن. بله آقایون نعمتن، خدا شاهده. نگاه میکنین مثلا برنج محسن، چای احمد، سس بیژه، همه اینا نعمتن، قدرشون بدونن. آقایون باید خیلی خوشحال باشید که خانم ها نمیتونن فکر شما رو بخونن و الا هر 5 دقیقه یک کشیده میخوندی. شاید خانمتون نمیدونست برای چی میزن، اما تو میدونستی برای چی داری میخوری. اما مردها انسانهایی بسیار مهربان و دلسوز، دلشون دریاست، اصلا دلشون دلستره. هر زنی رو میبینن کف میکنن.